قیمت کل اتاق 9 میلیارد. 9 میلیارد به درد نمیخوره، دستشویی نداره. سلام، بیایید با من بریم خنده‌دارترین و باحال‌ترین کامنت‌های ایرانی رو بخونیم، چون کار یه ایرانی جماعته که یه پستی رو هنوز ندیده بشینه و کامنتاشو بخونه. پس بریم بخونیم. یه نفر اتاقش رو آورده و عکسشو گذاشته و نوشته با هم بریم اتاقمو ببینیم. تو پرانتز خیلی ساده است. این میز کارمه، کاغذ یادداشت، موس ارگونومی لاجیتک، مکبوک M4، هاب گرین لاین، پرده SE، چراغ مطالعه ویدیدی، امیدوارم درست بگم، جامدادی، نگهدارنده کابل TOPK، دسک پد میزاکس. اینا ساده است. من فقط بلدم اون کاغذ یادداشته چیه. یا اینا چیه؟ حالا بعدی نوشته قفسه کتاب و بردگیم. چرا برده؟ کلی بازی تو شلف 1 و 2، شلف 3 به ترتیب کتاب زبان، روانشناسی، توسعه فردی، بورد گیم. دوستان ببخشید معذرت میخوام، بورد گیم بوده. بردگیم دیگه چی سمیه بالا. هارد توشیبا، هدفون ساوند کور. من فقط اون هدفون رو شاید بدونم چیه، بقیه‌شو خدا وکیل نمیدونم چیه، ولی اینا ساده است بازم. حمام شیشه‌ای داره دوستان. تراس اتاقش تراس داره. البته اتاقای منم تراس داشت ولی درش انقدر کوچولو نبود، کلا تراس بود. بعد دیدم در ورودی داره و در خروجی داره. همین. بریم با هم یالا کامنتاشو بخونیم که چیا گفتن. یکی نوشته که به 70 تا زبون دنیا بهم گفتی فقیرم. داداش یعنی منم فقیرم؟ حتی اشتباه هم گفتم بردگیم. ما برده داداش، ما هممون برده ایم. اتاقت آرزوی منه. آخه یه کوچولو درد، واقعا درد داشت. یکی نوشته از ساده از نظر پولدارا. البته فامیلی بابات ماسکه. منظورش ایلان ماسکه. آره فکر کنم فامیلی باباش ماسک چیزیه، چون این همه چیز داره و اکثرا هم چیزای الکترونیکی. فقط آینه کم داره. راست میگه. بعد خودش جواب داده از آینه میترسم، یه دونه کوچولو تو هموم دارم. از آینه میترسی؟ تو باید از خیلی چیزای بیشتری بترسی. چرا آینه؟ مگه آینه ترس؟ من الان بغل دستم یه آینه گذاشتم. این ساده است. این ساده گل داره. یه نفر نوشته میگم مافیایی. وای شاید. قیمت کل اتاق 9 میلیارد. 9 میلیارد. شما دیسیز یکی از خانواده ایلان ماسک. یکی نوشته سلام میخوام. اونم جواب داده چی؟ اتاقتونو. اتاقشو میخواد. دوست داشتیم بچه‌ها، من آیدا هستم. منو ساب کنین که قراره تو کانالم با هم دیگه کلی کامنت های باحال بخونیم و کلی چیزای باحال و سرگرمی تو براتون بذارم. دوستتون دارم و لطفتون. بای بای.